السلام علیکم اکای حاجی میرزا. التماس میکنم به سوال من جواب گردانید. یک شخص با من گفت که در دنیا خوش روی ترین یوسف است، پسر حضرت یعقوب. التماس میکنم سوال را پر فهمانی. او با ما گفت 99% خوشرویی را حضرت یوسف دارد و یک حصه او را در تمام بنده های مؤمن خداوند تقسیم کرده است. حق است. حضرت یوسف به نهایت زیبا بودند، به نهایت حسن و جمال داشتند. رسول اکرم گفتند من در آسمان چهارم با یوسف رو پرو شدم شب معراج. چنان زینت داشتند، چنان زینت داشتند. وقتی که در اصحابش این حکایت کرد که هیچ وصفی او را کردن ناممکن است. حتی در قرآن هم قصه یوسف میگذرد که زنهای مصر وقتی که یوسف دیدن در پیش خود همون سبزواتی داشتن برای ریزه کردن، حسن یوسف چنان به اونها غلبه کرد که دستهای خود بریدن و درکدار نشدند. دستهای خود خونشار کردند، درکدار نشدند، زیرا که حسن یوسف دیدگی آدم یعنی تماما از هوش میرفت. لیکن یکی از حدیثهای پیغمبر خدا ده، یکی از صحابه ها میگوید روز من مهمان پیغمبر بودم. شبی میگد 14 ماه بود میگد، یعنی شب 14 ماه چقدر روشن از زیبا هست. میگن من در پهلوی پیغمبر خدا نشسته بودم. پیغمبر میگد صحبت داشت، یعنی پیغمبر ما و شما. میگوید در همون خانه ای که نشسته بودین نور پیغمبر خدا میگد همون خانه را فرا گرفته بود. همین صحابه پیغمبر میگوید قسم به خدا میگوید من گاه میگد مهتاب نگاه میکردم روشنیشه، گاه میگد چهره پیغمبر خدا را به خدا قسم که چهره پیغمبر میگه از مهتاب دیده روشنتر بود. یعنی پیغمبر ما و شما از مهتاب هم دیده روشنتر بودند. یعنی حسن رسول اکرم از حسن یوسف هم دیده بالاتر بودند. که بسیار پیغمبر مهربان، پیغمبری که نمیخواهد یک امت، یک نفر از امتش در دوزخ باشد. پیغمبری که در سین و سال خیلی پیرانسالی مثل کودک برای امتش گریه میکرد. انا همان پیغمبر چی میگوید؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخیل. جنت برای 3 گروه حرام است. جنت و نعمتهای جنت محروم می شود 3 طایفه. 3 گروه از راحت جنت محروم هستند. 3 گروهی هستند که از نعمتهای جنت محروم هستند. جنت علیه این 3 نفر حرام است. جنتی که امروز شما برای او کوشش دارید، جنتی که برای او شما تلاش دارید، جنتی که شما مشتاق او جنت هستید، اما همون جنت برای 3 طایفه حرام است. اینا کیا هستند؟ پیغمبر خدا گفت خب وارد جنت نمی شود. خب کیست؟ خب نفری هست که حیله‌گر است، نفری هست که فریبکار است. خبون تحلیلش همین است، نفری هست که فسق و فساد را در جامعه پهن میکنه. این را خبون میگویند. اینها وارد جنت نمیشوند. هر کسی که اگر حیله‌گر باشد، هر کسی فریبکار باشد، هر کسی در پیش تو می آید در برابر چو گوسفند سلیم، در قفا چون گرگ مردم خوار. هر کسی در پیش تو
به نهایت شیرین است، بسیار صحبت‌های نیک دارد، دلبردارید میکند، لکن از پس مثل گرگ بالای تو هجوم کننده هست. اینا حیله‌گر هستند، اینا فریبکار هستند، اینا فسق و فساد را در بین جامعه پهن کننده هستند. در دیگر حدیث دیدم پیغمبر خدا می لا یدخل الجنت خب ولا خائن، وارد جنت نمی شود خب که الحال تحلیلش برای شما کردم، خائنم وارد جنت نمی شود. گفت پیغمبر خائن کیست؟ خائن یک علامت منافقی است. بازم آن که وارد جنت نمی شود و بازم این یک علامت منافقی، این خائن است، یعنی خیانت است. خیانت این است ما در پیش یک برادر مال از دنیا میگذاریم، خواه یک روزه، خواه یک ماهه، خواه یک ساله، این را برای تو امانت میدهم، این مال مرا نگاه کن. لیکن بعد یک روز یا بعد یک ماه وقتی میای خبر میگیری الله که در مال تو خیانت کرده است، مال تو را از بین برده است، یا مال تو را به دیگر مال عوض کرده است، یا اینکه پیش یک برادرت یک سخن پناهی را میرسانی که برادر من تو را دوست میدارم، راز دلت در پیش همون برادر میگویی و میگویی که همین سخن بین من و بین تو امانت ماند. لیکن این برادر وقتی که از پیش تو دور می شود و این سخن پناهی که تو بهر او گفتی در بین برادرها وقتی که پهن میکند، این هم از جمله خائن ها هست، این هم از جمله خیانتکارها هست. این خیانت در دین است. باز خیانت در وطن هم می شود، خیانت در ملت هم می شود. کسانی در وطن خیانت میکند آن کسانی هستند که میخواهند آبروی تاجیکستان در بین تمام دولت‌های دیگر پس کنند، قدر تاجیک پس کند، میخواهد تاجیک در روی دنیا همچون یک شخصیت خیلی پس شناسند. این گونه طایفه ها هم خیانتی در وطن میکنند، خیانتی در ملت میکنند. آن کسانی که میخواهند لباس تاجیک تغییر دهند، الان که ما الحمدلله تاجیکای ما و شما کرته چکن داشتند، دخترای ما و شما لباس اطلس داشتند که زینت تاجیک دو چند میکرد. امروز خائن‌های وجود دارد که لباس‌های مردم غرب در دختر ما و شما میپوشانند. این خائن ملتند، خائن وطنند. خلق را تقلیدشان برباد داد. حضرت لاهوری از سوز دل میگوید وقتی میبیند این دخترهای ما و شما را، این تاجیک هایی که لباس اصلیشان پرتافتند رو به مردم غرب، رو مردم بیناموس آوردن، حضرت از دلسوزی چی گفت؟ خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. 200 لعنت بر این تقلید کارها. اینا خائن ملتند، اینا خائن وطنند. کسانی میخواهند رسم و اصول تاجیکان تغییر دهند، کسی میخواهد که اسلامی که 1500 سال پدر و بابا و اجداد ما و شما به او دین رفته است، امروز میخواهد دین ما را عوض دهد، اینا خائن دین ما و شما هستند، اینا خائن ملت تاجیک هستند. خائن ها هر ذیل می شود، خائن دینی هم می شود، خائن ملت هم می شود، خائن وطن هم می شود. امروز الحمدلله تاجیکستان ما رو به افزایش دارد. امروز تاجیکستان ما روز به ترقیات دارد. امروز تاجیکستان ما به بناهای نو، آشیانه های بلند امروز دیده می شود. اینها همه فضل الله هستند و دستگیری رئیس جمهور هست. وقتی که اگر این مبلغ ها را اگر کسانی یافت شوند خیانت کنند و در جای خودش استفاده نبرند، اینا هم خیانتی در ملت می شود، خیانتی در وطن می شود.
دیگر خیانت چی خیانت است؟ دیگر خیانت این است که امروز جای تأسف است وقتی به گوش ما میرسد که بچه تاجیک یک عسکری روس میبرد، با تمام شرایط مهیا میکند، دختری تاجیک بهر او تسلیم میکند. مر از احوالت، تو دوزخی هستی، تو خیانت در ملت داری، تو آبروی تاجیک ریزانده ایستاده ای. از رسانه های اخباری شنیدیم 55 نفر دختری تاجیک از دبی با سرپرستی رئیس جمهور به تاجیکستان آوردند. و چی خاطر؟ به خاطری که اگر همون یگان روس است، امریکایی است، وقتی این دختری تاجیک استفاده برد، از او پرسید تو کی هستی؟ گوید تاجیک. آبروی تاجیکستان در روی دنیا پس می شود. و این خاطر امروز بچه نمازخوان، من با بینماز کار ندارم، بینماز و خیانت در دینش کردگی هست. من با بچه نمازخوان که امروز دختری تاجیک سوار میکند، برده در خانه ای که اون عسکرها وجود دارد، در همین کولاب ما و شما، برده برای 50 سامان و 60 سامان دختر در او آدم فاسق تسلیم میکند. وای چی دختر استفاده کند در حکم، چی تو را استفاده کند، هر دو برابر است. عدال کالفاعلی، دلالت کننده مثل کننده است. تو دلالت کردی، تو در گناه و یاردم کردی. خدا در قرآن اگر شما نظر کنید سوره مائده آیت 2، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. خدا میگوید ای بندگان خدا، شما یکدیگرتان در کار نیک، در کار خدا ترسی یاری کنید، در کارهای گناه، در کارهای سرکشی الله یاردم نکنید. این خیانتی در ملت تاجیک می شود، خیانتی در دین می شود. از این کار دست کشید. شرم است، عیب است. در کدام محله ای که این گونه خانه ها وجود دارد، خانه هایی که دخترهای تاجیک میبرند جمع میکنند، مردم بیگانه آمده این دخترها را استفاده میبرند. والله قسم به الله که داملای همون محله، وکیل همون محله، کسانی که گبرس هستند در همون محله، همش در نزد پروردگار مسئول هستند. اگر شما این خبرها را برده در همون اداره های دخلدار نسپارید، اگر اونها هم چاره ندیدند، خود محله داری چاره ندید، همه شما در غضب خدا گرفتار هستید. پیش راه اینها را گیرید. این طرفداری ملت تاجیک می شود. امروز تاجیک دختر دیگر شناخته نمی شود. احوالی که دختری تاجیک دارد وی را دیگر نمی فهمی که وی از کدام ملت باشد. این یک داغ است در ملت تاجیک. لا يدخل الجنت خب ولا خائن. خائن وارد جنت نمی شود. گفت پیغمبر خائن ها را فهمیدیم. خائن دولت است، خائن دین است، خائن ملت هم وجود دارد. یا آن کسانی که امروز میخواهند این تاجیکستانی که اینقدر آبادی ها دارد، اینقدر آرامی ها دارد، میخواهند که همین آرامی را از دست مردم تاجیک ما گیرند. اینا هم خیانتی در ملت تاجیک کرده ایستادند. برادرای عزیز، از من بسیار سوال ها می شود که ما امروز هر گونه جریان ها برآمده است، هر گونه دین ها برآمده است، با کدامش ما را توصیه می دهید؟ این سوال ها را ما را چی در ریگر و چی در دوشنبه کردند. من برای همه آن برادرایی که امروز مخلص من هستند، کسانی که مرا باور میکنند، کسانی که از پس من نماز میخوانند، محبتی بر من دارند، من به همه شما یک نصیحتی میکنم. امروز یگانه مذهبی که برای آرامی تاجیکستان مساعدت میکند فقط مذهب ابو حنیفه است. از این مذهب بیرون نشوید.
فقط و فقط مذهب ابو حنیفه در تاجیکستان ما آرامیش مساعدت میکنه. من هیچ پیروا را و هیچ دینها و هیچ جریانها را تحقیر نمیکنم، فقط پیروای خود من دلالتی بر این میکنم که از همین مذهب بیرون نشوی. الحمدلله امروز تمام سرخطیبهای تاجیکستان در مذهب ابو حنیفه چی جای ضرر است؟ مذهب ابو حنیفه همون مذهبی هست که حدیث صحیح، آیت قرآن، این از مذهب ابو حنیفه ما و شما.